با درودی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو آزادی به همه شما عزیزان و چون همیشه در همین وقت من سرخط خبرهای روز رو برای شما میگم و فراموش نکنید که ساعت 1 با وقت پراگ در همین جا یعنی در آزادی ویدیو من شما رو با خبرهای تازه بازم منتظر میشوم، اما این بار در برنامه خبری که در پخش مستقیم و در 15 دقیقه تقدیم شما خواهد گشت. اما تا آن دم طلب ختم شکنجه و رهایی زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان. با همین مضمون چندی از فعالان سیاسی در بعضی از شهرهای اروپا پیکت اعتراضی تشکیل کردند. اعتراضگران از جمله در ورشاوا در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا تظاهرات کرده بعداً اظهاراتشان را به نماینده این سازمان بین‌المللی سپردند. در این بیانیه از جمله به جوابگری کشیدن مسئولان آشوب‌های خونین در محبس‌های تاجیکستان ذکر شده است. کوشش میکنیم که تفصیلات این خبر را در برنامه برای شما پیشنهاد نماییم. بعد 5 ماه تنفس امروز پرواز مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار شد. پس از قطع شدن پروازهای شرکت آسمان‌ایر ایران در خطسر دوشنبه مشهد و با مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک، از تاجیکستان دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمیشد و این هم کار و خرج مسافران را زیاد کرده بود. پروازها را شرکت واریش انجام خواهد داد که یک شرکت خصوصی بوده 3 سال پیش به کار آغاز کرده است. همین حالا همکاران ما در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه قرار دارند و کوشش میکنند که با مسافران خطسیر مشهد دوشنبه صحبت کنند و فکر میکنم که تو برنامه خبری ما حتما این گزارش را در اختیار خواهیم داشت. فراری که 20 میلیون دلار ضرر آورد و یا گریز یک منصبدار وزارت نقلیات از تاجیکستان. داستان کل تاجیکستان ضد مدیر پیشین بخش حقوقی وزارت نقلیات پرونده جنایی باز کرده است. ظفر حفیظов با اون متهم است که گویا بیش از 180,000 سومانی معادل 17,000 یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده باعث شده است که این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست بخورد. نماینده شرکت تاجیک ایر میگه ظفر حفیظov موظف بود از این شرکت در بحث با شرکت اسکایروت لیزینگ در دادگاه آربیتراژی شهر وینیوس لیتوا حمایت کند. خب این یکی از دیگر موضوعهای ما در برنامه امروزی خبری هست. شرکت خوانندگان در درس‌های مکاتب تاجیکستان خصوصا در دوشنبه به مراتب کم شده است. دلیلش هم همان قرار تا 14 ایون گذشتن درس‌ها بوده است که شکایت والدان و آموزگاران و خوانندگان هم برای تا به این سنه گذاشتن انجام درس ها تا به حال به گوش می رسد و در برنامه خبری ما را همراهی کنید. ما در این باره اطلاع بیشتر برای شما خواهیم داد و همچنین در برنامه امروز درباره یهودیان خواهیم گفت که زمانی در بخارا زندگی داشتند و حالا شمارهشان در اونجا خیلی کم مونده است. بسیاری از یهودیان بخارایی که توجکی گپ میزنند در عهد شوروی سابق از ازبکستان رفتند. 10,000 نفرشان حالا در امریکا و اسرائیل و جایهای دیگر زندگی میکنند. اما آنهایی که در بخارا ماندند تاریخ یهودیان رو چگونه حفظ و به دیگران میرسونند در برنامه برای شما پیشنهاد میکنیم که میتوانید در یک گزارش ببینید و چند خبر دیگر نیز هست که بعد از تقریبا 3 ساعت در اختیار شما خواهیم گذاشت در آزادی ویدیو. ما رو در پخش مستقیم تماشا کنید. تا اون دم روز خوب داشته باشید.